وقتی پنیر فتا با روغن زیتون ترکیب میشه، بدون شک یک سالاد خاص قراره درست بشه. خیار و پیاز که بهترین ترکیب برای آبرسانی و پاکسازی پوسته. گوجه گیلاسی و فلفل دلمه‌ای رنگی هم رنگ‌های مدیترانه‌ای هستند که پر از آنتی اکسیدان هستند. این زیتون رو هم که خودم مرینیت کردم که پستش توی پیج هست. پر از طعمه که این سالاد رو خاص‌تر میکنه. برای سسش هم که یک سس ساده آب لیمو و خردله. اینم پنیر فتا و کمی نمک و فلفل. من کمی روش هم گشنیز اضافه کردم. اگر شما میخواید طعم مدیترانه‌ای بگیره کمی اورگانو بزنید. این دونه ها رو هم که از قبل رست کرده بودم و بهش اضافه میکنم. حتما امتحانش کن و توی کامنت برای من بنویس که شما توی سالاد مدیترانه‌ایتون چی اضافه میکنی.